قدیمی‌ترین گره‌های کل تاریخ که تونسته کمک زیادی به بشر بکنه اینها هستن. این گره برای بستن هیزم است. با پیچاندن و درهم تنیدن طناب شاخه‌های شل را جمع و محکم میکنه. این یکی گره گوش پارته است. معمولاً توی فضای باز برای برپا کردن چادر و سایبان استفاده میشه و خیلی راحت باز میشه با یک کشیدن ساده. این گره برای وصل کردن دو طناب است. خیلی ساده است و فقط با یک بار دیدنش یاد میگیری در کارهای روزمره هم زیاد استفاده میشود. این یکی گره قفل کننده به شکل سم خوک است. گرهی است که استاد قدیمی لوبان ساخته و بیش از 1000 سال قدمت دارد. این گره برای محکم کردن بار هنگام حمل و نقل است. برای ثابت نگه داشتن بار روی خودرو یا وسیله نقلیه استفاده می شود تا چیزی در مسیر نیفتد. این گره برای دهانه بطری یا دبه است. ساده، محکم و قابل اعتماد است و برای بلند کردن دبه و سطل آب استفاده می شود. این گره مخصوص دسته و فرمان است. هم لیز نمیخورد، هم دست و از سرما محافظت می کند و برای زمستان خیلی کاربردی است. این هم گره فرار یا نجات است. همه بهتر است این گره را یاد بگیرند چون در موقعیت‌های بحرانی ممکن است جون آدم رو نجات بده. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک کن و یه سر به پیجم بزن.